خب دوستان، اومدیم باز به یکی از خیابونای اصلی شهر دوشنبه. اونجا یاور مارکت معروف هست همونطور که میبینید و اینجا مغازه‌های بسیار شیک، ساختمان‌های بسیار مجلل و مجهز و اون خیابون هم خیابون معروفیه که به سمت در واقع رستوران سلطان به میره که برای دوستان ترک هست و همینطور این سمت به سمت اشن مارکت میره. برگردیم. در روبروی من شما ملاحظه میکنید که یک مدرسه آمریکایی هم هست. البته اینجا پیدا نیست، به هر حال اینجا جاییه که از کشورهای مختلف مدارسشون فعال هستن به زبانهای انگلیسی و روسی و زبانهای دیگه و جزو میادین بسیار مشهور دوشنبه هست.